از زمانی که یادمه یکی از آرزوام این بوده که یه تسلا داشته باشم، ولی نه به خاطر اینکه برقیه، به خاطر اینکه اتوپایلوت داره و خودران حرکت میکنه. ولی از اونجایی که تو این شرایط و تو ایران نمیشه تسلا داشت و اینکه تسلا برقیه، من وقتی از خواب بیدار شدم یه ایده باحال زد به ذهنم، اینکه بیشترین ماشینی که تو ایران فروش میره چیه؟ با یه سرچ ساده فهمیدم 206. پس گفتم اگه تسلا میتونه ماشینش رو اتوپایلوت دار کنه، چرا ما نتونیم 206 رو این کارو بکنیم؟ ولی قبلش باید ببینیم یه تسلای واقعی چطوری کار میکنه. اصول همه ماشین‌های خودران یکیه و اون یکی هم طبیعته. یعنی از اولی ماشین خودران تا آخرین ماشین خودران همشون یه جورایی الهام گرفته از طبیعتن. حالا میتونه مثل تسلا باشه که از انسان الهام گرفته یا کلی مسئله دیگه، ولی ما واسمون تسلا مهمه. برای همین بذارید کار کردن تسلا رو به ساده ترین حالت ممکن به شما بگم. ما انسانیم و واسه دیدن و درک کردن از چشمامون استفاده میکنیم و این دقیقا همون کاریه که تسلا داره انجام میده. یعنی چند تا دوربین داره مثل چشم ما که به مغز فرمان میدن، ولی تو اونجا کامپیوتر هاست فرمان میدن و یه سری اعمال رو ما انجام میدیم. خب ما قراره دقیقا از همین تکنیک استفاده کنیم تا بیایم 206 رو خودران کنیم. اگه بخوام به طور ساده بهتون بگم قراره چیکار بکنیم، اینطوریه که من از گوشیم به عنوان دوربین استفاده میکنم و از لپتاپم به عنوان مغز این کار استفاده میکنم و با یه کد ساده میایم کاری میکنیم که از طریق دوربین بیایم کل ماشینای جلومون رو تشخیص بدیم. خب تموم شده و الان نوبت اونه که بریم تستش کنیم. الان تو ماشینیم و همه چی به طور وجیحی نصب شده، یعنی دقیقا میشه دید. فقط باید کد الان دیگه ران کنیم. خب نکته ای که متوجه شدم، گوشی برعکس باشه کار نمیکنه، ولی برعکس نباشه مثل چی کار میکنه نمیدونم واضحه یا نه. خب این پروژه هم موفقیت آمیز بود و ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردین. خدا نگهدار.